چیزها را قبول کردن که فعلا خودت ازش شکایت داری و میگی من نیستم. بزرگای خودت قبول کردن، یکی نه دو تانه سه تانه خوب بسته و نمو تالار لوی جرگه و نمو چیره ببینی جناب پروانی صاحب از نه بهتر معلومات دارن. امکان داره اونجا تشریف هم داشته باشن در وقت یا بعد از او تحقیقات سرش کرده باشن. فعلا هم جناب فصیح الدین که میگه برادر ازبکا، یک کلان ازبک میگه 40,000 عسکر من در طالب دارم. تاجک که از او که در قدرتش بالاست حتما یک 60,000 رو هم داره. این پشتون میمانه و حتما دیگه به 4-5 میلیون داره، به خاطر که میگن کل طالب پشتون است. روز بعد اینا رو خب فعلا یکیش قبول نداره. اگه اینمی احمد مسعود که اینمی طالب یک جای 6 تا بعض گپا را قبول کرد، بازور چی میگی برادر؟ باز کجا رو میگیری؟ از یک غار که میگه یک دفعه مار گزیدت، دفعه دوم که گزیدت تو اشتباس. تو را خب برادر 2 بار گزیده در اینمی ظرف 25 سال. گناه ماست. او را تو از خودم خوش نیستی، از ما خوش نیستی. خب برو بیادر ما یک شخصی که مرا افغان میگن، پشتون میگن، تروریست میگن و پسمانده میگن، هر چیز میگن. او برادر خودت خوب شاهنامه میخوندی، رهبرایت هم میخوند، شعر هم میخوندن و بعضی صحبت های دگاه میکردن. برادر کلانای خودت چرا فروختید؟ گناه ما دیگه چیست؟ بسیار کوتاه، گناه ما چیست؟ اگر گناه ما است خب با صحیح است. در غیر از او بیادر در میز معامله که ششتی یا در میز لیلام، یکی لیلام میکنه خدا، یکی میخره و یکی میدان میبره دیگه. حالا که باختگی استی بیادر در 25 سال 2 دفعه گناه من نیست بیادر. خدا خودت جمع کن. تشکر آقا.